آزادی آزادی آزادی، 2 نفر آزادی. آقا آزادی میرین؟ بله خانم بفرمایید، 2 تا دیگه مسافر بزنیم رفتیم. آزادی بیا 2 نفر. آقا بیاین بریم پختم از گرما، کرایه 2 نفر رو من حساب میکنم. باشه چش اومدم. خوش به حال همسرتون. با منی؟ آره خوش به حالش که همچین همسر زحمت کشی داره. مرسی ممنون، لطف دارین شما. کار کردن وظیفه هر مردیه تا زن بچهش تو رفاه باشه. آره اما از وقتی که من متأهل شدم یه روز خوش ندیدم و همش من دارم کار میکنم. اونم دنبال رفیق بازی و اشغال خودشه. بهم گفته تا پول نیاری نیا خونه. قشنگ درکتون میکنم، این قانون طبیعته. انگار هر چقدر خوب باشی بد گیرت میاد. من به ظاهر شاید شادم و تلاش میکنم، اما هیچ وقت تو زندگیم محبت همسر رو نفهمیدم. با من مثل یه نوکر برخورد میکنه، با اینکه تا حالا تو زندگی بهش نگفتم بالا چشت ابروه. قدیمی ها راست میگفتن که هیچ وقت 2 تا خوب کنار هم نمیافتن، چون یکیشون میشه بود یکیشون هم نابود. چو مجنون گیرد